قرار این شماره بریم سراغ خانومی اهل شیراز، شاعر، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان که بهش لقب پیشاهنگ نهضت آزادی زنان رو دادن. قصه ما درباره خانم سرسختیه که با همه مشکلات روزمره، با همه فشارها و سختیها سعی میکنه برای هدفش بجنگه. زنی که آخرای عمرش به خاطر فشارهای روحی سر از بیمارستان روانی در میاره. اول صبح یکی از روزهای تابستون سال 1311 یه زن تنها با چادر مشکی و پیچه‌ای روی صورتش تو خیابونای شیراز راه میرفت. هنوز دکونا باز نشده بودن و مردم به خیابونا نیامده بودن. زن به اولین دیوار تمیز و صاف خیابون که رسید چادرش رو کنار زد و معلوم شد که یه بسته کاغذ و یه سطل پر از سیریش همراهشه. اون وسایلش رو زمین گذاشت و از بالاترین جایی که دستش میرسید تا پایین ترین نقطه‌ای که قابل خوندن بود شروع به چسبوندن کاغذها کرد. بعدم وسایلش رو جمع کرد و رفت سراغ یه دیوار دیگه توی محله دیگه. صبح که مردم شیراز اومدن تو خیابون با دیوارای روبرو شدن که پر شده بود از روزنامه‌های کاغذی. اونا اعلامیه یا شبنامه نبود. بالای اون برگه ها نوشته شده بود مجله دختران ایران. صفحه‌ای از این مجله بود. مجله دختران ایران پر بود از اشعار و مقالات تند درباره وضع زن‌ها تو شیراز و ایران. معلومه که مطالبش هم اصلاً خوشایند مردای اون دور زمانه نبود. خبر خیلی زود به شهربانی و نظمیه و جمعای افراطی رسید. دستور واضح بود. باید همه برگه ها از دیوارا کنده بشه. اون زن جوون که مجله دختران ایران رو روی دیوارا چسبونده بود، هنوز تو خیابون بود و میدید که مأمورا و مردم چطور به جون کاغذهای مجلش افتادن. اما این خانوم فردا صبح بازم اول وقت اومد تو خیابون، روزنامه ها رو چسبوند به دیوار. چند روز طول کشید تا مأمورای شهربانی از ترس آشوب از شب قبل جلوی دیوارای بزرگ خیابونای اصلی کشیک بایستند. اما این زن جوان قرار نبود با این کارا ناامید بشه. اون خانوم رو توی اون روزگار توی شیراز همه میشناختن. میدونستن که چقدر یکدنده است و چقدر به کارش اعتقاد داره. اسمش فخرالملوک زندپور بود، مشهور به زندخت شیرازی.
گذشته پر افتخاری داشته، چه کارهایی برای زنها توی شیراز کرده، چه جور زنگ ورزش رو به مدارس دخترونه آورده، چه جور انجمن زنان برای اولین بار توی شیراز تأسیس کرده، چه جور اولین مجله زنان رو توی اون شهر راه انداخته، با پافشاری توی اون شهر سعی کرده به زنها آموزش بده، اونها رو وادار بکنه که مقاله ها رو بخونن، یاد بگیرن که چجور در دنیای جدید باید زندگی کنن. هیچ کس به این چیزا توجه نکرد و همه اینها از یاد همه رفت. خانم زندخت فقط 43 سال زندگی کرد. از این 43 سال 13 سالش رو اصلا متوجه نشد چجوری گذشت. انگار قبل از اینکه بمیره، جسماً بمیره، روحش مرده بود و دفن شده بود. 13 مرداد 1331 بود که خبر مرگ زندخت منتشر شد. جالبه که بدونید تو تمام اون دورانی که زندخت توی بیمارستان بود، بستری بود، هیچ کسی پیشو نگرفت که ببینه این زن کجاست. هیچ کسی تلاش نکرد که حداقل یه بخشی از شعراشو منتشر کنن، معرفیش کنن به جامعه، بگن که یک همچین کسی هم در ایران وجود داشته. حتی سراغی هم ازش گرفته نشد. سال 1346 بود که خانم طلعت بصاری با واسطه برادر زندخت که اون موقع آمریکا هم زندگی میکرد، تونست مجموعی از اشعار، نوشته‌هاش، اون زندگی نامه ناتمام و همه اینا رو برداره، کنار هم قرار بده و یک کتاب منتشر بکنه. اگه این کتاب نبود، شاید ما الان چیزی از زندخت شیرازی واقعا دستمون نبود. همش خلاصه میشد توی یه سری یادداشت و یه مجموعه مجله توی کتابخونه‌ها که شاید کنجکاوی هم برنمی‌انگیخت. این تراژدی زندگی زنیه که سعی کرد برای تغییر شرایط مردم توی شهر نسبتاً بزرگ تلاش بکنه، اما دست تنها موند. هیچ کس کمکش نکرد و آخر سر از بیمارستان روانی در آورد.